چجوری مخزن تک‌لایه رو از سلایه تشخیص بدیم؟ متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها و مراکز ساخت مخزن پلی اتیلن مخزن‌های تک‌لایه و دولایه رو به جای مخزن سلایه با قیمت بالاتری به فروش میرسونن. پس مهمه که ما بتونیم مخزن تک‌لایه و دولایه رو از مخزن سلایه تشخیص بدیم. یکی از کارهایی که میشه انجام داد این هستش که بیایید از تست سایه دست استفاده کنید. مخزن‌های سلایه چون نور رو از خودشون عبور نمیدن، بنابراین نباید سایه دستتون روی مخزن بیفته. برای این کار میتونید شما دستتون رو روی مخزن قرار بدید و اگر سایه دست روی مخزن نیفتاد یعنی که مخزن شما سلایه است. در غیر این صورت مخزن شما تک‌لایه است. یکی دیگه از کارهایی که میتونید انجام بدید مشاهده سطح مایعات درون مخزن هستش. مخزن‌های تک‌لایه معمولاً اینجوری هستن که سطح مایعات درون مخزن دیده میشه چون نور عبور میکنه، بنابراین شما میتونید مایعات و آبی که داخل مخزن هست رو به خوبی مشاهده کنید. اما تو مخزن‌های سلایه شما نمیتونید مایعات و آبی که داخل مخزن هست رو ببینید. یکی دیگه از کارهایی که میتونید برای تشخیص مخزن تک‌لایه از سلایه انجام بدید تست تاریک بودن داخل مخزن هستش. مخزن‌های سلایه چون نور رو از خودشون عبور نمیدن، داخل مخزن وقتی که در بسته میشه کاملا باید تاریک باشه. برای انجام این تست شما میتونید درب مخزن رو به آرومی ببندید و در حالی که دارید درب مخزن رو میبینید داخل مخزن رو ببینید که آیا داره تاریک میشه یا نه. مخزن‌های تک‌لایه داخلشون تاریک نمیشه چون نور رو عبور میدن، این اتفاق براشون نمیفته. ولی تو مخزن‌های سلایه شما مشاهده میکنید همین که دارید درب مخزن رو میبندید داخل مخزن شروع به تاریک شدن میکنه. ممکنه بپرسید که مخزن تک‌لایه و سلایه برای چه مناطق آب و هوایی مناسب هستن؟ پاسخی که باید داده بشه این هستش که این نوع مخزن‌ها فرقی نمیکنه. تو همه مناطق آب و هوایی ایران میتونید از مخزن‌های تک‌لایه و سلایه استفاده کنید. منتها پیشنهاد میشه اگر توی مناطقی هستید که تفاوت دمایی شب و روزتون خیلی زیاده از مخزن‌های عایق استفاده کنید. تفاوت قیمت مخزن تک‌لایه و سلایه در چیه؟ ببینید مخزن‌های پلی اتیلن علاوه بر اینکه تو تعداد لایه‌هاشون تفاوت دارن و این تفاوت مقدار کمی روی قیمت تاثیر میذاره، موردی که خیلی روی قیمت تاثیر میذاره شکل ظاهری مخزن‌ها هستن. چون مخزن‌های پلی اتیلن در اشکال مختلف قیفی، عمودی، افقی، نیسانی، مکعبی، زیرپله‌ای تولید میشن که هر کدوم از این اشکال قیمت مجزای خودشون رو داره. علاوه بر این مورد دیگه‌ای که روی قیمت مخزن تاثیرگذار هستش ابعاد مخزن هستش. چون این مخزن‌ها در ابعاد مختلف 100 لیتری، 500 لیتری، 1000 لیتری، 2000 لیتری و ابعاد دیگه به بازار عرضه میشن که این معیار فاکتور مهمی هستش برای قیمت مخزن آب. اگر میخواید در مورد مخازن پلی اتیلن اطلاعات بیشتری کسب کنید، پیشنهاد میکنم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و در ویدیوهای بعدی با ما همراه باشید.